چی گپ است؟ یک باید بشینیم فکر کنیم، باید بشینیم یک تحلیل کنیم. چی گپ است؟ این مردک اومده است 25 سال شد، 25 سال بسیش نمیکرد، قومت قانون ایواز کرد، پیشوا بر اساس پیشوا باید که عمر برباد بمونه. نه تنها این، بلکه بعد از رفتن من بچه ما هیچی نگه، دختر ما هیچی نگه، زن ما هیچی نگه. چی معنی داره؟ پولای ما را حساب نکنی، درآمدی من در کوردار نباشه. این خودش چی گپه؟ عیب کی است؟ باید ما فکر کنیم برادرای عزیز، خواهران عزیز. فکر کنیم باید که مشکلی در کی است؟ در ما هست یا در رحمانوف؟ در ما هست یا که در این رژیم؟ چرا خداوند ما را به این روز رسانده است که دیگه گپی حق زده نمیتونیم، یا سخنی آزاد در داخل گپ زده نمیتونیم. یک ظالم بالای سرمون آورده است که اصلا طاقتی نه گفتن دارد نه شنیدن دارد. تاجیکستان به مثل یک فرمای شخصی خودش کرده است. 2 روز پیش 3 روز پیش بود خودمون شاهد بدیم در ناحیه غرم یک مردی 30 ساله برای که یک سخن حق رفته 10 روز در زندان حبسش کردن. چی گپ است این؟ خب 24 گناهکار، اینش تروریست، اوش اکستریمیست. خب مردمی که برای خانهش برای سیل اومده است، اعتراض کرده است، یک سخن حق گفته است، شما با این کارتون چی گفتنی هستی؟ چی پیغام روی کردنی هستی؟ ببینید دوستای عزیز که کار تا کجا رسیده است. امروز در کنستیتوسیا اومدگی هسته که اصلی حاکمیت مردم هستند، یعنی که مردم سرچشمه حاکمیت است. مردم همه بیچاره همون مردم نیست، فکر نظرش گفته نتونسته است. سیل اومده از خانهش زده است، نه تنها خانه ای را، یک دیه را پول نشوشته برده است. 1 روز 2 روز 3 روز 2 هفته میگه منتظر بدیم یک تراکتور از طرف حکومت نه اومده می راه اقلا چی کنه، لویا را یک طرف کنه و راه بگردیم. دیگه نشید. وقتی که رئیس جماعت اومد، رئیس دیه اومد، دروش مردم همه را وقتی جمع کردن ما منتظر بدیم که انا بیگون رای حل چی میکنن. با برعکس ما را گروزید کرده، ما را گناهکار برآورده هستند. خواهش میکنم برادر، بسیار انسان عصبی میشود. بیاد با هم همون نواری که از همین حادثه قصه میکند با هم گوش میکنیم، تماشا میکنیم، برمیگردیم و بعدش تحلیل میکنیم، فکر میکنیم که حکومت با این کار، حکومتی که مردمی چی کرده است نشان میده، حکومتی که وابسته پایبند به مردم است. ببینیم که مردمی که فکر اندیشه خچنو میگن با چی حال دچار میشوند. یک осеб дидаи сел дар ноҳияи рашт барои эътироз ба амалкарди мақомоти ноҳия 10 рӯзро дар ҳабс сипарӣ кард. ба қавли хешовандони ҳикматулло мардонхоҷаев, ӯ дар як ҷамъомади расмии марбут ба рафъи оқибатҳои сел иддао кардааст ки мақомот барои риштарошиву ҳиҷобгирӣ пулу фурсат доранд, вале барои кӯмак ба онҳо вақт намеёбанд. یک منبع در دادگاه نویای رشت به رادیو آزادی گفت مردانخوجاев با майдаавбошӣ متهم بوده است. این ساکن 30 ساله شهرک غرم امروز بعد ادای دوره جزا از بازداشتگاه موقتی آزاد گردید. بر اثر سیل روز 4 ایول در دره بیدکی نویای رشت 26 خانه آسیب دیده، 7 منزل کاملا غیر قابل استفاده شد. خب دوستان عزیز، کنی بشینه فکر کنی. نه بیچاره چی گفته است؟ گفته است که برای حجاب وقت میاوی، برای ریش وقت میوی، برای خانه‌های ما را رهای ما را ساختن وقت نمیوی. برای این گپ بردن 10 روز حبسش کردن. من از یک طرف خوشحال هستم که الکی مردم تاجیک بیدار شده ایستادن، الکی اعتراض میکنن، ولی از طرف دیگر ترساندن حکومت، ریاکسیای حکومت، این چی معنی دارد؟ حکومتی که دعوای مردمی دارد، حکومتی که ببینید دوستای عزیز، حکومت طاقتی شنیدن نه گپی من نه گپی تره داره. یگان کس فکر نکنه که حکومت فقط
با 24 یا که مثلا با دیگه و دیگهش اپوزیسیا قطعی سخت میکنه. دشمنی حکومت تمام مردمی تاجیک است. هر کسی که بله نمیگه، میونش قد نمیکنه، دستش در پیش بر نمیمونه، خشونتگویی نمیکنه، برای رحمانوف دشمن درجه 1 است. او دیگه خودت هم هستی، منم هستم، تمامی کسایی که ذره در دلش از نمکک وقتی کمبودی میشه و امور در دلش میگذره، الکی تو بدون که بر رحمانوف دشمنی. حکومتی که دعوای مردمی داره، برادر عزیز، یا بار استوب کنی، یا بار پاوزه کنی، یا بار بشینی فکر کنی. چی گپی؟ ما با کدام سمت رفته ایستادیم؟ یه بچه 10 روز برای فکر اندیشش این در سر انسان طوری نمیگیره بخدا. و این اولی کار است، اولی بیداری جوان است، بیداری مردم است. امروز 1 نفر اعتراض کرد، فردا 2 نفر می شود، پس فردا 3 نفر می شود. چخیلی که گفته بودیم از داخلی اعظمی تای پات رحمان و ولکان رو میخیزه مردم. او وقت دیگه من نمیدونم کدومس میگریزی. اونا که گریختن، من امروز بعد کسانی که این جوانت زندان کردن، رحمان شاید که اسپید کنه و فرار کنه، لیکن تو فقط در بین این مردم هستی. کجا میرای؟ با کدام اساسی را زندان کردی؟ چی جواب میتی؟ اینوش فکر نکرده؟ خب خشم و غضب مردم خیلی صبر میکنن، اما روزی که کفید دیگه از هیچ کس پیش او را گرفته نمیتونه. از این چیز مواظب باشه. ما را چنان یک از خروق سر میکنیم به این حادثه های امروزه. مثلا این همین حادثه غرم یک نمود ما را باید بترسونن. این همش ترسوندن دیگر رو است. این یک کس وقتی که میزنه دیگری را میگه بشنو. ترسوندن مردم است. من زورم، من میکنم، من میتونم، من ایترم، من اوترم. گپ نزنی. یک کنستیتوسیا خودش اجازه داده که هسته که هر شهروند حق داره فکر و اندیشش بیان کنه مستقلانه، یعنی که خودش به تنهایی، یا اینکه از طریق یک گروه، یا اینکه یک حزب، یا که در رسانه ها. شما قلف زده چی گفتنی هستی؟ نگیم دیگه کمودی است. راستم میگن برای دیگه چیزا وقت میوی، برای همه چیزا وقت میوی، برای پشوک کرتا و لباس مردم وقت میوی. وقتی که کار ضرور، وقتی که وظیفه حکومت میاد، در وظیفه که برای اون بگیم که باید شما کار کنی نیستی. مردم از شما چی منتظر است؟ منتظر است که بیای تنظیم کنی با او را بگه که در توی این قدر فیراد کنی، در توی گو نکشه، شما صدقه نکنی، شما ایتری نکنی. برای یه تو کار ندارن مردم. وقتی که مشکلی شید، سیل شید، امروز در درواز سیل زدگی است رها محکمان، امروز در غرم سیل زدگی رحمان. انه حکومت وظیفش اینجا است که بیا مشکلی مردم حل کنه. رحمانوف در بلجوان گشته در طوری که رفته است بخچه نوشته است خوش اومدید پیشوی ملت. چی در کار؟ کی را سر میکنه ای کارای تو که اینمی شخص پرستی و اینمی خود نمایشتی؟ چی در کار؟ اینمی اینجا اینمی تو خودت کسی بودی که من همی چیزا رو نقض نمیبینم، یه روح تصیح کنم. شیطان در طوری آسمون بردن نوشتن نامتا ای در نظر نمیتوه، یا که چنقی بلندتر باشه خوبه، در این پایینو چوپلوسی نکنی و بلوتا گردن بگیری.